کنیا جایی که فقط طبیعت فرمان روایی میکنه، شیرها، فیلها و مهاجرت میلیون ها حیوان، اما فقط طبیعت نیست. مردمی با 40 قوم و تاریخ پر از مبارزه و فرهنگ که هر لحظه تو را شگفت زده میکنه و فرصت برای ماجراجویی و تجارت. سلام، رجایی هستم. خوش آمدی به این کانال آواگستر، صدای شما و کانال شما. کنیا سرزمینی که فقط یک کشور نیست، بلکه مجموعه از داستانهای زنده است. سرزمینی که نفس میکشد از دشتهای طلایی به انتهای ساوانا گرفته تا خیابانهای پر جنب و جوش و پر هیاهوی نایروبی، و از قبایل اصیل ماسای و کیکویو تا سواحل آرام فیروزه‌ای اقیانوس هند و تا پویایی اقتصادی و فناوری در پایتختش نایروبی، جایی که زمین وحشی است و هر غروب پول میان گذشته و آینده و هر طلوع یک داستان تازه است. کنیا مجموعه از روایت هاست، روایت زنده انسان و طبیعت، گذشته و آینده، سنت و مدرنیته، روایت از جهش و تحرک، ریشه و اصالت، روایت از بقا، از امید و مردم مقاوم. کنیا با این روایت ها آنقدر عظمت، زیبایی و شگفتی دارد که در یک ویدیو نمیشه خلاصه کرد. به همین دلیل که میخواهم کشور زیبای کنیا را در چند ویدیوی جذاب و واقعی و با نگاه دقیق و روایت های واقعی تر و احساس عمیق‌تر از زاویه های مختلف چون تاریخچه و جغرافیا، فرهنگ و زبان، حیات وحش و طبیعت، اقتصاد، بازارها و صنایع کلیدی و فرصت‌های تجاری در کنیا و قوانین و مقررات تجاری و سازمان‌های حمل و نقل، بنادر و فرودگاه‌ها و شبکه راه‌ها و فرهنگ تجاری و روابط کاری در کنیا، موانع و چالش‌ها و شروع کسب و کار در این کشور به بررسی بگیرم. اگر شما می‌خواهید که این کشور را آنطوری که واقعاً هست و نوربن بشناسید، پس با من همراه باشید و این کانال را سابسکرایب و لایک کنید که این فقط آغاز ماجرا و یک شروع است. از نام و اسم کنیا شروع می‌کنیم. اسم کنیا ریشه در کوه آتش فشان عظیمی دارد که امروزه به او کوه کنیا گفته میشه. در قدیم قوم کیکویو در اطراف این کوه زندگی میکردند و آنها این کوه را کوه گرنیاکا میگفتند. و اقوام دیگر این منطقه مثل کامبا و ماسای نامهای مشابه داشتند که به صخره‌ها و برف نوک قله اشاره داشت. اما در قرن 19 میلادی کاشفان اروپایی مثل یوهان نتوانست این نام محلی را دقیق تلفظ کند، آن را تغییر یافته و اصلاح شده به نام کنیا یادداشت کرد. و همچنین در ابتدای استعمار این منطقه با نامهای شرق آفریقای بریتانیا شناخته میشد، اما از سال 1920 میلادی نام کنیا رسما بر این مستعمره و بعداً کشور مستقل انتخاب شد. جالب است بدانید که این کوه برای بومیان آنقدر مقدس بوده که معتقد بودند خدایشان نگاهی بر فراز قله های برفی زندگی میکنه. اما تاریخ کنیا به هزاران سال قبل باز میگرده. این سرزمین یکی از قدیمی ترین مناطق سکونت انسان در جهان محسوب میشه. کنیا به عنوان یکی از مهدهای باستان شناسی بشر شناخته میشه.
این کشور به دلیل کشفیات فراوان از دوره پارینه سنگی به خصوص در مناطق مانند دره رفت توجه بسیاری از باستانشناسان را به خود جلب کرده است. یکی از مهمترین اکتشافات فسیل‌های اولیه انسان هاست که در دره رفت منطقه اولدوای و تورکانا یافت شده اند. این کشفیات نشان می‌دهند که کنیا یکی از اولین مناطق مسکونی انسان‌های اولیه بوده و به همین دلیل مهد بشریت لقب گرفته است. تاریخ کنیا با گذر از دوران‌های متفاوت شاهد تحولات زیادی بوده است. در قرن‌های 7 تا 10 میلادی تجاران و بازرگانان عرب به این منطقه آمدند و با تأسیس مراکز تجاری تأثیر فرهنگی و دینی زیادی بر جوامع ساحلی داشتند و فرهنگ سواحلی شکل گرفت، ترکیبی از فرهنگ آفریقایی و عربی. این ارتباطات فرهنگی باعث شد اسلام به یکی از ادیان اصلی در سواحل شرقی کنیا تبدیل شود. اما با ورود پرتغالی ها در قرن 15 میلادی این منطقه تبدیل به محل برای رقابت های تجاری شد. پرتغالی ها تا قرن 18 کنترل مناطق ساحلی را در دست داشتند تا اینکه امپراتوری عمان جایگزین آنها شد. اما در قرن 19 میلادی بریتانیا کنترل این منطقه را به دست گرفت. دوران استعمار با ساخت راه آهن مشهور از دریا تا دریاچه و توسعه زیرساخت‌ها همراه بود و این به طور گسترده اقتصاد و زیرساخت‌های کنیا را تغییر داد. اما همزمان نابرابری و فشار زیاد بر مردم بومی وارد شد. پس از سالها مبارزه در سال 1963 میلادی کنیا استقلال خود را به دست آورد و استقلال کنیا نقطه عطف در تاریخ این کشور بود. رهبر استقلال جومو کنیاتا نخستین رئیس جمهور این کشور شد و پایه های دولت مدرن کنیا را بنا گذاشت و از آن زمان تا کنون کنیا با چالش های سیاسی و اجتماعی مختلف مواجه بوده، اما همواره به دنبال توسعه و پیشرفت اقتصادی و انکشاف اجتماعی بوده است و مسیر رشد را طی نموده و اکنون واقعا یکی از کشورهای مهم شرق آفریقا محسوب میشه.